همون زنی که برای تو میگه که در کالای ما، در لباس ما، در رفتار ما، در هیچ چیز ما تو دخالت نمیتونی یا تو را چی برای من پدری نکو، برات متاسف هستم، بسیار زیاد برات متاسف هستم که او زن اصلا تو را دوست نداره و اصلا در چشمش هیچ ارزشی نداری. خودت کار کرد. یعنی وقتی که یک زن عاشق تو باشه و تو را دوست داشته باشه و بخواه واقعا تو را، با یک خم ابروی میره تمام زندگی خود تغییر میده، تمام عمر خدا تغییر میده. میفهمی چی میگم؟ گذشته و آینده خدا تغییر میده اگه اون زن تو رو دوست داشته باشه. اینو برات جدی میگم. باید بگو هر وقت که یک زن برای تو گفت که تو را چی یا با زندگی من تو مداخله کردن نمیتونی یا تو آزادی مرا میگیری، دیگه معنای دیگه میفهمی چی است؟ یعنی من میرم هر رقم لباس که دلم شد میپوشم، تو را چی؟ با هر کی کشش تو برخواست میکنم، تو را چی؟ یعنی تو فقط دو گوشه بشی، تو مثل یک سمبل وره باش پیش من که من نشان بدم که مثلا من شوهر دارم یا نفری دارم یا نمیفهم یا یک نفر پشت من سگ وره میده و هم سال. یعنی تو فقط همونجا سمبل ورستی. اگر تو در این وضعیت ادامه بدی، از تو ریلوی در بسته می تیک تاک و در بسته می دنیا نیست بیاد.